گروه صنعتی شیبا با نام تجاری الیاف شیبا علاوه بر تولید الیاف هالو یا همان میانتویی و همچنین الیاف دو جزئی لوملت که دارای دو پلیمر متفاوت پلی استر و پلی استر لوملت است، برای اولین بار در دنیا با طراحی خاص موفق به تولید الیاف لوملت میانتویی گردیده است. این الیاف با نام تجاری هالو لوملت برای شما مشتریان گرامی عرضه می‌گردد. همانطور که از نام این محصول پیداست، این محصول دارای دو بخش متفاوت است. بخش اول جداری خارجی محصول که از جنس پلی استر لوملت است و وظیفه اتصال الیاف در انواع لایه‌ها را بر عهده دارد. و اما در بخش دوم، لیف داخلی برخلاف همه الیاف‌های لوملت موجود در بازار به صورت میانتویی یا همان هالو است. این نوع بستر مناسب پس از ذوب شدن جداری خارجی نیز در لایه باقی میماند و همچون باقی الیاف موجود در لایه عمل می‌کند. یعنی برگشت پذیری مناسبی نسبت به لوملت قدیمی دارد و همچنین به دلیل ساختار ویژه‌ای که حاصل تجربه فراوان است، نقاط اتصال بهتری را فراهم می‌نماید. با هالو لوملت فایبر اتصال قوی‌تر و برگشت پذیری بهتری را تجربه می‌کنید.